حرف ام آخر کلمات پرتغالی رو تلفظ کنیم یا نه. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنیم تا دیگه در این مورد مشکلی نداشته باشیم. بریم با هم ببینیم و یاد بگیریم. وقتی کلمه‌ای توی زبان پرتغالی به ام، این، اوم ختم میشه، حرف ام خونده نمیشه و حرف صدادار قبلش به صورت توی بینی تلفظ میشه. مثل کن لیسنسه، نمیگیم کم لیسنسه، کن لیسنسه. مثل تین، نمیگیم تم، ایل تم، نه، ایل تین. مثل تنین، ایلش تنین. مثل تنباین، مثل اونتین، مثل alguém، مثل سین، مثل فین. میبینی که صدا میره توی بینی و ام تلفظ نمیشه. مثل نینیوم، مثل algum. مرسی که ویدیوی منو نگاه کردین. لایک و کامنت یادتون نره.